هنرپیشه خلقی تاجیکستان خورمیستر معروف خولمحمد مجیدوف شام 11 اکتبر سال 2023 در سن 74 مگه یک ماه پیش از رسیدنش به سن 75 از عالم چشم پوشید. دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده که خولمحمد مجیدوف سالهای اخیر در آنجا به شاگردان درس میگفت، در نامه تسلیتش خولمحمد مجیدوف را همچون خورمیستر برجسته تاجیک و استاد سابقه دار دانشکده توصیف کرده نوشته است که از مرگ او سخت اندوهگین بوده. در گذشت آموزگار بی نظیر و صاحب مکتب را برای مؤسسه تلفات سنگین می شمارند. در این لحظه های دشوار به اهل عائله و خویش و نزدیکان مرحوم همدرد و غم شریک هستیم و به ایشان صبر جمیل خوانیم. روی استاد شاد و جایشان جنت جاودان باشد. درباره علت مرگ خولمحمد مجیدوف چیزی گفته نشده است. خولمحمد مجیدوف 15 نوامبر سال 1948 در ناحیه خاولینگ به دنیا آمده. آموزشگاه موسیقی دوشنبه و سال 1971 کنسرواتوار دولتی تاشکند را ختم کرده است. او سالهای 1972-1975 مدیر مکتب موسیقی نویه مسکو هالو همدانی، از سال 1975 خورمیستر و از سال 1981 سرخورمیستر تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بود. خولمحمد مجیدوف داننده خوب موسیقی، نوازنده یک چند سازهای گوناگون موسیقی به شمار می رفت. خولمحمد مجیدوف برای خدمت‌هایش در عرصه فرهنگ سال 1997 سزاوار عنوان بلند هنرپیشه خلقی تاجیکستان شد.